از آغاز هفته جاری درآمدگاه تقریبا نصف شعبه‌های کلانتری بیمارخانه ولایت سوخت بسته است. غیر از طبیبان و شخصان مسئول، افراد ملکی اجازه ورود را ندارند. سبب به گفته پزشکان بیمارخانه افزایش گرفتاران کرونا ویروس نو است. Bu amak bahçe o adam kayak çoğuruz payrısı konu için ilişti bu. Badazda kaymi sehri sal olta başu. Skoro cihazı bir bura ondan. درست. Herhalde نشانه های کدام نمود بیماری دارند؟ psiyordan sulfuri tap. Tap de esasen. مقامات در مورد همچون منطقه سرخ شناخته شدن قسمی از بیمارخانه ولایتی رسما معلومات نمیدهند. ولی مسئولان بیمارخانه در صحبت حضوری گفتند که حالا بیشتر از 25 گمانبران بیماری همگی را در اینجا بستری کردند. خشتوار مرا آوردیم. چند وقت پس اینجا بستری هست؟ این همی روز 3 روز میشه. اون که از کدام نمود بیماری دارن؟ اکا هم 50% گفته آوردیم ای شهر بوستون. حضورش میگن ای اپارات سنیماتش کردن اوجه بهودی هست. بیمارخانه کلینیکوی سوخت که در عموم 31 شعبه و حدود 600 کت بیماری دارد، بار دوم کرانتین می شود. درهای این بیمارخانه از ماه اپریل سال گذشته برای 7 ماه بسته بود. مقامات سوخت هنوز درباره شمار بیماران و جانباختگان و وضع وابسته به کرونا ویروس در منطقه اطلاع دقیق ندادند. ولی معروف حاجیبایف، معاون سردار ریاست تندرستی سوخت، روز 13 ایول در نشست مطبوعاتی در خوجند گفت بیمارستان‌های ولایت از پیشتر مجهزتر بوده به قبول و معالجه 1030 بیمار آماده‌اند. زیاد از 3 بیمارخانه سیرویتی در شهر خود، همه شعبه‌های سیرویتی در زمینه بیمارخانه مرکزی شهر خود و همزمان یک بیمارخانه نوحیوی رقمی 3 در جامعه حیدر عثمانی نوحیه برجام فروخت و همچون هاسپیتال برای بیماران ذکر نموده کاربر فعالیت دارد. ساکنان سوخت از زیاد شدن بیماران کووید 19 و فوتیدن بعضی از بیماران صحبت میکنند. حاجیبایف میگوید رقم‌های مربوط به بیماری کووید 19 را تنها وزارت تندرستی کشور میتواند بگوید. از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان تقریباً 14000 کس بیمار شده، 109 کس جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند 13600 نفر از چنگال بیماری همگیر رها شدند. ولی شبهه ها در مورد آمار رسمی در کشور همچنان باقی است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.